آره، تو آدم جاه طلبی هستی. رویاهای بزرگی داری، میخوای موفق بشی و یه روز اون زندگی رو بسازی که همیشه توی ذهنت بوده. اما یه مشکل هست، تنبلی. میدونی دقیقاً باید چی کار کنی، ولی انجامش نمیدی و بعدش احساس گناه میکنی. چون ته دلت میدونی که از این خیلی بیشتر توان داری. این احساس گناه کم کم جمع میشه، روز به روز، هفته به هفته، تا جایی که بهش عادت میکنی. و بعد سال جدید میرسه، با همون هدفهای تکراری سال قبل. شروعش قشنگه، پر از انگیزه و هیجان. ولی یک کم که میگذره، تعلل از راه میرسه. مثل اون فامیل فضولی که همیشه بی دعوت میاد خونت. کم کم این تعلل میشه یه عادت، یه چرخه روزمره از تنبلی و عقب انداختن. و در نهایت خودتو آدم تنبل صدا میزنی. اما واقعاً چرا اینطوری میشه؟ چطور میتونیم این چرخه رو بشکنیم؟ خیلیا تو اینترنت راه حل میدن. گوشیتو بذار کنار، حواس پرتی‌ها رو حذف کن. ولی اینا فقط علائم رو درمان میکنن، نه دلیل اصلی رو. دلیل واقعی یک کلمه است: اینرسی. در فیزیک اینرسی یعنی چیزهایی که در حالت سکون هستن تمایل دارن در همون حالت بمونن مگر اینکه یه نیروی خارجی تکونشون بده. و جالبه که این دقیقاً برای ذهن ما هم صدق میکنه. شروع به هر کاری، هر چقدر کوچیک، یه انرژی اولیه میخواد تا از اون سکون خارج بشی. ولی ما تو ذهنمون اون شروع رو خیلی بزرگ میکنیم، اونقدر که ازش فرار میکنیم و میریم سراغ کارهای آسونتر و بی‌ارزشتر، مثل اسکرول کردن، بازی کردن یا ویدیو دیدن. پس برای شکستن تنبلی باید اینرسی رو بشکنی و 2 روش ساده برای این هست. بزرگ فکر نکن، کوچیک شروع کن. اگه بگی باید یه مقاله 5000 کلمه‌ای بنویسم، ذهن مقاومت میکنه. ولی اگه بگی فقط 50 کلمه مینویسم، شروعش آسونتر میشه. و وقتی شروع کردی، ادامه دادنش خیلی راحت تره. روش دوم، قانون 2 دقیقه. به خودت بگو فقط 2 دقیقه انجامش میدم. مثلا حال نداری اتاقتو تمیز کنی؟ یا آهنگ بذار 2 دقیقه تمیز کن و اگه خواستی بعدش ولش کن. اما معمولاً ادامه میدی، چون وقتی حرکت کردی بدن و ذهنت وارد جریان میشن و چیزی که در حرکته در حرکت میمونه. اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما کانال رو سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی باش.